خبرهای اقتصادی امروز 3 دکامبر در پیام تیوی. وکیلان پارلمانی تاجیکستان در جلسه روز 29 دکامبر مهلت مورد عمل قرار گرفتن قانون درباره سقورت طبی در جمهوری تاجیکستان را بار پنجم تمدید کردند. قانون مذکور میبایست از 1 ینوری سال 2023 مورد عمل قرار می گرفت. در این باره نشریه پارلمانی صدای مردم خبر داده است. به نوشته این منبع، غفور محسن زاده، معاون یکم وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در جلسه پارلمان گفته است که طبق خلاصه گروه کاری بین اداروی عین زمان برای گزارش پور به نظام سقورت طبی در تاجیکستان شرایط مساعد وجود ندارد. با گفته وی برای جاری نمودن نظام سقورت طبی باید طلبات دخلدار اقتصادی، مالیوی و تشکیلی به نظر گرفته شود. محسن زاده در این زمینه افزوده است که طبق خلاصه وزارت مالیه تاجیکستان در حالت از حساب معیار عمل کننده انداز اجتماعی پرداخت نمودن حق سقورت طبی احتمالیت کم شدن درآمد بودجه سقورت اجتماعی و نفقه وجود داشته، این میتواند باعث اجرا نگردیدن عهدهداری‌های اجتماعی دولت در نزد اهالی گردد. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در ادامه گفته است که برای جاری نمودن سقورت حتمی طبی مبلغ ضروری در ساحه تندرستی باید نه کم از 4 تا 6% مجموع محصولات داخلی را تشکیل دهد. اما با گفته وی عین زمان بودجه ساحه تندرستی تاجیکستان 2.8% مجموع محصولات داخلی بوده، در محلها باشد 80-90% آن را مزد مهنت کارمندان تشکیل می دهد. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده شخصاً از بازار مرکزی پنجشنبه خوجند خبر گرفته از وضع بازار آگاه شده است. با اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت، مقصد شناسایی از بازار پنجشنبه این آشنایی با نرخ محصولات عضوقواری در عرفه سال نو میلادی بوده است. ضمن بازدید رئیس ولایت مشاهده کرده است که در بازار مرکزی شهر خوجند محصولات عضوقواری فراوان بوده، اکثر مواد نیاز اول استحصال داخلی می باشد. همچنین با اطلاع منبع رئیس ولایت از رسته های گوناگون بازار پنجشنبه بازدید کرده به مسئولان مقامات دولتی، صاحبکاران و تاجران دستور داده است که از به طور صنعی بالا بردن نرخ محصولات در شب و روزهای سال نو جلوگیری نمایند. شرکت‌های اینترنتی خارجی در ازبکستان بیش از 4 میلیون دلار انداز پرداخت کردند. این نشان دهنده 2 برابر بیشتر از سال گذشته 2021 می باشد. در این باره با استناد از کمیته اندازه ازبکستان خبرگزاری فرغانه اطلاع داده است. در برابر این 98% اندازه سپارده شده به 10 شرکت راست می آید. شرکت متا صاحب واتساپ، اینستاگرام و فیسبوک که در روسیه اکستریمیست اعتراف شده است، با ازبکستان 18 میلیارد و 600 میلیون سوم انداز سپاریده است. گوگل 14 میلیارد و 800 میلیون سوم، اپل 6 میلیارد و 200 میلیون سوم، بوکینگ.com 1 میلیارد و 400 میلیون سوم، نتفلیکس 867 میلیون و 700 هزار سوم، اکسولا 798 میلیون و 100 هزار سوم، یاندکس 445 میلیون و 500 هزار سوم، paddle.com 404 میلیون و 200 هزار سوم، لینکدل 234 میلیون و 100 هزار سوم، ادوب سیستمز 180 میلیون و 300 هزار سوم انداز سپاریدند. حجم خدمت رسانی شرکت‌های خارجی در ازبکستان در 11 ماه سال جاری 223.5 میلیارد سوم، حدود بیش از 20 میلیون دلار بوده است که نسبت به نشان دهنده سال گذشته 118.9 میلیارد سوم تقریباً 2 برابر بیشتر است. تا 1 دکامبر سال 2022 در ازبکستان 40 شرکت خارجی به قید گرفته شده است که خدمت رسانی های الکترونی پیشنهاد می کنند. در دوام 2 سال اخیر شماره آنها 2 برابر افزود. همه آنها به اصطلاح انداز گوگل انداز از ارزش علاوه شده را با معیار 15% می سپارند. آن در ازبکستان ماه ینوری سال 2020 جاری شده، به قیدگیری ماه اپریل همان سال آغاز یافت. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 3 دکامبر اعلام کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 14 سامانی و 10 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضه تاجیکستان را 1020 سامانی و 24 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1087 سامانی و 88 درم ارزیابی کرده است.
нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои лондон $1817.4 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $83.63 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Oil New York $78.42 муомила шуд.